این مامان ساکی است که 30 کیلوگرم خلطه پر از خاک و سنگریزه را از کان در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو به بالا می‌کشد. سنگ و خاکریزه ها را می‌شویند و از میانشان طلا جستجو می‌کنند. این زن از جمله 200,000 نفر است که در حمله اتحاد نیروهای دموکراتیکی به داعش همکاری می‌کند آواره شدند. دهه آنها را این گروه اشغال کرد. مامان 49 ساله مادر تنهاست که ماه اپریل امسال دختر و خواهرش را در حمله گروه تندروان اسلامی از دست داد و حالا به خاطر پیدا کردن رزق کار خطرناک و سختی را انجام می‌دهد. پس از کشته شدن نزدیکانم از دست این گروه فرار کردم. آنها خانه ها و همه دارایی امان را آتش زدند. اکثر اهالی کنگو مسیحی هستند ولی مقامات میگویند چند سال اخیر تندروان اسلامی در شرق این کشور فعال شدند. به گفته مقامات اتحاد نیروهای دموکراتیکی همپیمان داعش است 38 تن از پیروان کلیسای مسیحی ایتوری را کشتند. ماه اوگوست در این منطقه این گروه 52 ساکن را کشت. در کانهای طلا معمولا مردها کار میکردند ولی مناقشه مسلحانه باعث شد که زنهای مثل مامان ساکی به این کار پرمشقت رو آورند. مامان ساکی در این کان با انجام کار سخت برای 4 نابالغ پسر خود و 3 فرزند خواهر و دختری کشته شده‌اش نان پیدا میکند. بعضا ما زنها میخواهیم با چقوری در آمده سنگ و قم را خودمون کنیم ولی اجازت نمیدهند. کار از این سخت‌تر به دوش ماست. صدها کیلو قم و سنگریزه را با پشت به بالا میکشیم. پولی که این زن به دست می‌آورد صرف غذا، دارو و درمان و اشیای مکتبی برای کودکان می‌شود. او امیدوار است که روز پولی کافی در می‌آورد و دکان خرد خود را باز کرده این کار پرمشقت را ترک می‌کند. پسر 12 ساله او عابد در خانه دختران نزدیکان کشته شده اش را نگاه و بین می‌کند. وقتی مادرم به کار می رود ما نگران می شویم. می ترسیم که به دست تندگرایان و یا دیگر گروه های مسلح نافتد. همکاران مردش مامان را زنی جسور و قوی می نامند. با وجود احترام به مامان کسی از همکاران تلاش برای سبک کردن کار سختی اون نمی کند. هر بیگاه حجم کار مامان حساب می شود و به او حقش را می دهند. حقی که تلفات عظیم او در زندگی را نمی پوشاند. از خواهر و دخترش فرزندان آنها و عکس های یادگاری باقی مانده است که هر زمان او را یاد گذشته تلخ می برد. زمانی که تندروان ده آنها را اشغال کرده 10 نفر را کشتند و هزاران نفر را آواره کردند.